أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما از مستوای اول کورس یکم درس های زبان عربی 14 درس گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی برای شما خواهشمندان زبان عربی درس 15 را پیشکش خواهیم گردانید. و درس امروزه ما و شما الدرس الخامس عشر، یعنی که درس 15. همچنین درس گذشته گفته بودیم که جایز است بگوییم الدرس الخامس عشر، این هم همچنین جایز است، لیکن افضل، بهتر، خوبتر آن است که در اینجا نوشته شده است که الدرس الخامس عشر، یعنی که درس 15. درس 15 ما و شما پیش از آنه که به این درس داخل بشویم باید موضوع درس را بدانیم که این درس در چی باره صحبت میکند و در چی باره با ما و شما گفتگو میکند. این درس ضمیرهای مخاطب را بسیار استفاده میبرد، یعنی در این درس ما و شما ضمایر بسیار میخوانیم، ضمایری که درس‌های گذشته با تفصیل درباره‌شون صحبت کرده بودیم و هر کسی که اگر اون درس‌های گذشته را اگر حفظ کرده باشد ضمایر را، پس در این درس بسیار براش آسان هست. این درس را دیگر به زودی میتواند که از خود بکند، زیرا که همون ضمیرها را در این درس اکنون تطبیقش میکنیم، عملیش میکنیم. همون ضمیرها را در این درس برای ما و شما میآورد و میخوانیم و خودمان همچنین بعضیشان رو مینویسیم و میبینیم که چقدر درس‌های گذشته در ذهن شما مانده است، یا شما خودتون دیگر خودتون را میتوانید بفهمید که درس‌های گذشته را فهمیده اید یا نفهمیده اید. هم اینجا در این درس یعنی موضوع اولش ضمیرها میباشد، ضمیر مخاطب. و همچنین در این درس قبل و بعد دو ظرفی که هست، قبل و بعد، قبل یعنی پیش و بعد یعنی که بعد، این دو ظرف را همچنین در این درس میخوانیم. این هست موضوع درس و موضوع درس رو در ذهنتون داشته باشید. با عون و یاردم الله و با نام پاک الله تبارک و تعالی شروع میکنیم درس امروزه را. الفتیات. فتیات ما و شما درس‌های گذشته گرفته بودیم. فتیات خودش جمع است. مفرد این چی است؟ مفردش چی می باشد؟ باید شما بدانید. الفتیات جمع فتات است. فتات یک جوان دختر، فتیات جمع جوان دخترها. درس گذشته ما و شما درباره فتیه خوانده بودیم. فتیه جمع چی بود؟ جمع فتا، یعنی جوان پسر. فتیتو جوان پسرها. امروز باشد جوان دخترها را میخوانیم. جوان دخترها میگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زینب جواب میدهد که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زینب میپرسد که من انتن یا اخواتو، شما کی هستید ای خواهرها؟ ببینید، من کی هستید، انتن شما زنها. ضمیر چی است؟ ضمیر منفصلی مخاطبی جمع مؤنث. این در ذهنتون داشته باشید. این ضمیرها را باید انمی طور ناماش بدانید. ضمیر منفصلی مخاطبی جمع مؤنث. من انتن کی هستید شما؟ یا اخواتو ای خواهرها. اخوات جمع چی است؟ جمع اخت. اختون یک خواهر، اخواتون خواهرها. احداهن یعنی یکی از جوانها. درس گذشته در یادتون باشد ما میگفتیم که یکی از جوان پسرها. هم جمع
مذکر بود نه. هن جمع مؤنث است. این را میگن ضمیر متصل غائب جمع مؤنث. احداهن یعنی که ضمیر است و متصل است که در هر اسم میچسبد و برای جمع مؤنث می باشد. احداهن یعنی یکی از همون جوان دخترها. جواب داد که نحن بنات الشیخ عباس. نحن بنات شیخ عباس. میگوید که ما دخترهای شیخ عباس هستیم. نحن ما بنات دخترها، بنتون دختر، بناتون دخترها. میگوید ما دخترهای شیخ عباس هستیم. در اعراب ما و شما درس‌های گذشته گفته بودیم اینم اعرابش همون درس‌های گذشته است. اگر درس‌های گذشته را شما خوب فهمیده باشید این را دیگه خودتون میتونید اعراب کنید، تحلیل کنید. نحن مثلا مبتدا است، بناتو خبر هست، بناتو مضاف است، شیخی مضاف الیه هست، عباسین باشد عطفی بیان هست یا بدل است. این را دیگر خودتون میتونید که اعرابش کنید، یعنی اگر درس‌های گذشته را فهمیده باشید. زینب میگوید که اهلا و سهلا و مرحبا. و در درس گذشته گفته بودیم خلاصه اش که یعنی که خوش آمدید. اهلا و سهلا و مرحبا یعنی خلاصه اش که خوش آمدید. اما با تفصیل گفته بودیم که اهلا این هست که جئت اهلا و نزلت سهلا و ارحب مرحبا. این طور یعنی که با تفصیلش این طور بود، اما خلاصه اش که یعنی خوش آمدید. امکن استاذتی. امکن استاذتی یعنی مادر شما استاذه من هست. امکن مادر شما زنها. کن این ضمیر مخاطب جمع مؤنث است. امکن یعنی شما زنها، مخاطب است که در پیشت است. میگوی مادر شما زنها. استاذتی یعنی استاذه من هست. اگر مرد باشد می شود که امکم استاذتی. لیکن زن کی است میگوید که امکن یعنی که همون دخترها را گفته ایستاده است، برای هم خاطر میگوید که امکن یعنی که مادر شما زنها استاذتی استاذه من هست. ببینید اینجا در ما دو ضمیر را استفاده برده ایستادیم. یکمش امکن ضمیر مخاطب جمع مؤنث و استاذتی در آخرش یا است ضمیر متکلم و مفرد. ضمیر متکلم مفرد یعنی یک متکلم. اگر جمع میشید استادتونا میگفت، یک از کس برای خاطر میگه استادتی یعنی استاذه من هست. در دوامش میگه کیف حالها، چی طور است حالش. حالها یعنی حالش و همین ضمیری که در آخرش هست حالها برمیگردد به استاذه یا که به مادر همون جوان دخترها. کیف چی طور است حالها یعنی که حال همون مادرتون. ببینید در این جمع و شما همچنین ضمیر ها را خوانده ایستادیم. حالها، ها ضمیر مفردی متصل غائب هست و مؤنث است، زنانه است. حالها یعنی حال همون زن یا حال همون چیزی که از جنس زن هست، برام خاطر حالها میگد. اگر مرد میشید کیف حالوهو میگفت. زن کی است برام خاطر میگد کیف حالوها. احداهن یکی از اون زنها جواب میتید که هی بخیر والحمد لله. هی بخیر والحمد لله میگد که وی خوب است و حمد و ثنا الله را، حمد و شکر خاص الله است. هی وی بخیر یعنی خوب است، والحمد لله یعنی که حمد و ثنا الله را. زینب میگوید که این هی الان، این هی الان یعنی که کجاست وی حالا. این کجاست یا در کجاست. هی وی زن ضمیری چی است؟ ضمیری منفصل غائب مؤنث. ضمیر است و منفصل است که جدا نوشته می شود و برای غایب است، در پیشش نیست، متکلم نیست یا مخاطب نیست. ما و شما گفتیم که ضمایر سه تقسیم می شود: ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب و ضمیر غائب. این هی ضمیر غائب هست. الان حالا حاضر میگه این هی الان یعنی که کجاست وی حالا. احداهن یکی از اون جوان دخترها جواب میتید که هی الان فی الریاضی.
هی الان فی الریاضی، یعنی که وی حالا در ریاض هست. ریاض پایتخت عربستان سعودی. وی حالا در پایتخت عربستان سعودی هست. هی وی همچنین ضمیر است. ضمیر نامهاش در ذهنتون داشته باشید. ضمیری منفصل غائبی مفرد مؤنث است. هی الان فی الریاضی، وی حالا در ریاض هست. زینب میگوید که متى ذهبت، متى ذهبت. ببینید ذهبت آخری ت ساکن میمونیم. برای چی؟ این ت چی است؟ در سال گذشته گفته بودیم این ت علامت تانیث است. این ت دلالت به چی میکند؟ این ت دلالت به این میکند که همون آدمی که رفتگی هست زن هست. ذهبت یعنی که رفت. کی رفت؟ مرد رفت؟ نه، زن. از کجا دانستیم زن رفت؟ به خاطر اون که در آخرش این ت ساکنه هست. ت تانیث ساکنه است. اگر همین ت را حرکت که بتیم پس معنی دیگر می شود. ببینید مثلا ذهبت بگیم رفت وی زن. اگر بگویی که ذهبت یعنی رفتی تو مرد. ذهبتی اگر کسرش بمونیم در آخرش کسره بمونیم می شود رفتی تو زن. اگر در بالاش پیش بمونیم دمه بمونیم می شود که ذهب تو یعنی رفتم من. ببینید حرکت چقدر مهم هست، دانستن حرکت. ذهبت رفت وی زن، ذهبت رفتی تو مرد، ذهبتی رفتی تو زن، ذهبتو رفتم من. ببینید همش یک نمود نوشتگی است. در حرفا یگان دیگرگونی نیست، فقط دیگرگونی در حرکت ها شده است. حرکت ها را برای خاطر بسیار اهمیت بدهید و بسیار جدی باشید. حاضر یک انسانی که عربی را اگر خوب حرکتاش نفهمد شاید میگه که متى ذهبتو یعنی کی رفتم من، نمیفهمد بیچاره چی گفته ایستاده است. یا شاید میگه که متى ذهبت کی رفتی تو، اصلا در اینجا باید اون زن را بپرسد که کی رفتگی هست. از این حساب بسیار متوجه باشید. متى ذهبت کی رفت مادرت. ذهبت در تحتش ضمیری هی است فاعلش یعنی که مادری تو. متى ذهبت کی رفت مادرت. احداهن یکی از اونها میگوید که ذهبت قبل اسبوع. ذهبت قبل اسبوع. اینجا نمیگوی که ذهبتو یا نمیگوی ذهبت یا نمیگوی ذهبتی، میگوی ذهبت یعنی رفت انا همون مادر. قبل اسبوع یک هفته پیش. قبل یعنی پیش، اسبوع هفته. قبل اسبوع یعنی یک هفته پیش. ذهبت قبل اسبوع یعنی که رفت یک هفته پیش. یک هفته پیش رفت. ذهبت این فعل است، در تحتش گفتیم فاعل هست هیه، یعنی ذهبت هیه قبل اسبوع یعنی که مادرشون یک هفته پیش رفته است. همون رو خبر کرده ایستاده است که یک هفته پیش رفت. زینب میگوید که من ذهب معها. من ذهب معها یعنی کی رفت همراهش. ببینید در اینجا معلوم می شود که از مردها را پرسیده ایستاده است. ذهبه. اگر از زنها می پرسید می گفت که من ذهبت معها، لیکن در اینجا مرد را پرسیده است میگه من ذهب معها یعنی کدام مرد رفت همراهی مادرت. معها یعنی همراهی وی یعنی که مادرت. من ذهبه کی رفت معها همراهی مادرت. ببینید ذهبه در اینجا فعل ماضی هست و گفتیم که فعل به فاعل نمی شود. فاعل این کجاست؟ فاعلش ضمیر مستتر در تحتش بجا است. یعنی ذهب من ذهب یعنی کی رفت هو معها یعنی وی کی رفت وی همراهی. من ذهب یعنی کی رفت. در اینجا فاعل و ضمیر هو است یعنی که وی در تحتش است. معها همراهی وی یعنی که کی رفت همراهی مادرت. کی رفت همراهی مادرت. احداهن یکی از اون جوان دخترها جواب میدهد که ذهب معها اخونا ابراهیم. ذهب معها اخونا ابراهیم یعنی که رفت همراهی مادرم یعنی که همراهی وی یعنی که مادرش رو در نظر دارد. یعنی که ضمیر برمیگردد به مادرش. مادرش اخونا ابراهیم برادرمون میگه ابراهیم رفت. ببینید ذهب فعل است. فاعلش کجا ده هست؟
فاعل ذهب در کجا است؟ فاعلش اون اخونا که بعد معها هست، انمون اخونا فاعل هست. ذهب اخونا ابراهیم معها است اصل کلمه، یعنی که رفت برادر ما ابراهیم همراه مادرم، همراه وی. ذهب فعل ماضی هست، معها، مع ظرفش میگن در زبان عربی، و ها ضمیر متصل مفرد مؤنث غائبه می باشد. ببینید معها، بعد مع مضاف است و ها مضاف الیه، این ظرف است و متعلقش به ذهب است. اخونا، اخو فاعل است، ما گفتیم فعل به فاعل نمی شود. اینجا در ذهب را فاعلش چی بوده است؟ اخو بوده است. اخو و اخو مضاف است و نا مضاف الیه هست. و ابراهیمو که باشد در اینجا عطف بیان هست، یا می شود که بدلش بگوییم. ذهب معها اخونا ابراهیمو، یعنی رفت همراه مادرم، معها همراه وی برادرمان، اخونا برادر ما ابراهیم. ببینید در اینجا ما دو ضمیر داریم. در اینجا ضمیر یکمش معها، هایی که در آخر مع میبینید، معها یعنی که وی، همراه وی. دویم ضمیرش اخونا. این ضمیرها را نامش بگویید که ها ضمیری چی است و نا ضمیری چی می باشد. زینب میگوید کیف حالکن، کیف حالکن یعنی چی طور است حال شما زنها. کیف حالکن یعنی چی طور است حال شما، یعنی زنها. ببین حالکن یعنی کن ضمیر مخاطب هست و جمع مؤنث هست. برای جمع مؤنث زنهای بسیار باشد کن میگوی، یعنی شما زنها. اگر مرد میشید کم میشد. کیف حالکم یعنی چی طور است حال شما مردها. اما زنها که هست برای مخاطب میگوید کیف حالکن، چی طور است حال شما زنها. احداهن یکی از زنها جواب میدهد که نحن بخیر والحمد لله، میگوید که ما خوب هستیم و حمد و ثنا الله را، ما خوب هستیم حمد و ستایش الله را. زینب میگوید که فی ای مدرسه انتن، فی ای مدرسه انتن در کدام مدرسه هستید شما زنها. ببین فی ای در کدام، ای را درس گذشته خوانده بودیم. فی ای در کدام مدرسه، مدرسه. فی ای مدرسه در کدام مدرسه هستید، انتن شما زنها، انتن شما زنها. این انتن ضمیر است. ضمیر چی است؟ موضوع درس ما و شما. ضمیر مخاطب، ضمیر مخاطب است. مفرد است یا مثنی است یا جمع، یعنی برای یک کس است یا برای دو کس است یا برای جمع زنها است، برای جمع است. انتون نه شما. اینجا ببینید فی ای مدرستی کردگی هست، مدرستی را آخرش تنوین میتیم. برای چی تنوینش میتیم؟ به خاطر اون که مضاف نیست که ما تنوینش نتیم، یا الف لام اگر می داشت تنوینش نمیدادیم. در اینجا ده فی ای اسم مجرور است، با ای مضاف است، مدرستین مضاف الیه هست. مضاف الیه ما گفته بودیم که تنوین قبول میکند یا الف لام قبول میکند. پس در اینجا ما را تنوین میتیم. اینجا یک کسره خالی موندگی است یا زیر موندگی است. ما بدیل پر بتوانیم بگیم که فی ای مدرستین انتن، فی ای مدرستین انتن، یعنی در کدام مدرسه هستید شما زنها. اعرابش فی ای مدرستین مبتدا خبر مقدم می شود، انتن مبتدا مؤخر می شود. در اعراب همین طور اعرابش میکنید. احداهن یکی از زنها میگوید که نحن فی المدرسه المتوسطه، نحن فی المدرسه المتوسطه، یعنی که ما زنها میگوید، نحن ما میگوید یعنی زنها است، میگوید ما فی المدرسه در مدرسه هستیم، المتوسطه یعنی مدرسه میانه، در مکتب میانه هستیم. میگوید نحن فی المدرسه المتوسطه. سوال در اینجا، آیا جایز است بگوییم که نحن فی المدرسه؟ آیا جایز است؟ کسی که جواب داد ماشاءالله یعنی که از درس ها استفاده برده ایستاده است یا دقتش در درس ها هست. و کسی که جواب نداد بارها این را تکرار کردیم، حتی یک دقیقه پیش تکرار کردیم. فی المدرسین گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه این الف لام داره. اگر الف لام که نمیداشت المدرسین نمیشد، در اینجا جایز بود که فی المدرسین میگفتیم.
لیکن الف لام که دارد تنوین قبول نمی کند. هر کلمه ای که الف لام داشته باشد، هر اسمی که اولش الف لام داشته باشد آخرش تنوین قبول نمی کند. این را بارها تکرار کردیم، باز در ذهنتون بگیرید. میگوید که نحن فی المدرسه المتوسطه، میگوید ما در مدرسه میانه هستیم، یعنی در مکتب میانه هستیم. باز یک سوال دیگر، آیا جایز است من بگویم فی المدرسه المتوسطه تو جایز است یا فی المدرسه المتوسطه تا جایز است؟ سوال هست، یعنی در ذهنتون بگیرید. یا برای چی متوسطه تی میگیم؟ برای چی یکم؟ با خاطر آن میگیم که متوسطه این صفت مدرسه است. ببینید مدرسه الف لام دارد، متوسطه هم الف لام دارد. مدرسه ت دارد آخرش، متوسطه هم آخرش ت دارد. و مدرسه مفرد است، متوسطه هم مفرد است. و مدرسه تی آخرش کسره است، متوسطه تی هم آخرش کسره میگیرد، برای صفتش است. آیا جایز است من بگم متوسطه تو یا متوسطه تا؟ جایز است؟ حتما کسی که جواب داد درس‌های گذشته در ذهنش است. بله جایز است. بله جایز است من بگم که فی المدرسه المتوسطه تو جایز است. نه که وجه دوم است. بهتر و خوبتر این است که بگیم که فی المدرسه المتوسطه تی صفتش است و این از توابع می باشد، در اعراب پیرویش میکند. اما متوسطه تو گفتیم چی؟ جایز است، اما وجه دوم است. وجه دوم یعنی که بهتر و خوبتر متوسطه تی بگیم در همین جا، اما با میشه متوسطه تو بگم. برای چی؟ سببش در چی است؟ قطع صفت میکنم، یعنی که هی المتوسطه تو جایز است. خبر مبتدا محذوفش میگیریم جایز است. بعد میشود که هی المتوسطه تو. آیا جایز است که متوسطه تا بگوییم؟ بله جایز است. بله جایز است، یعنی که فعل محذوف میکنیم، مفعول به فعل محذوفش میگیریم، جایز و درست است. یعنی که هر سه وجه جایز است، اما بهتر و خوبتر همین است که کسرهش بتیم به یگان مشکلی. اگر که فتحش دادیم برای ما مشکل است، باید جواب بتیم که برای چی متوسطه تو گفتم. به خاطر اینکه مبتدا محذوف است، این خبر از خودش اصلش هی المدرسه تو میشود. اگر رفتو متوسطه گفتم فعل محذوف میکنم، فعل و فاعل محذوف میکنم، این خودش مفعول به فعل و فاعل محذوفش میگیریم. برای همون خاطر متوسطی گفتن، متوسطه تی گفتن، کسره دادن این آسانترین و آسانترینش میباشد که برای ما و شما آسان هست که میگیم صفت است، صفت پیروی میکند در اعراب موصوفش را. صفت و موصوف و نعت و منعوت اینا را دیگر باید در یادتون باشد. زینب میگوید که متا اختبار کن، متا اختبار کن یعنی کی هست، متا کی است، این ظرف است یعنی کی است. اختبار کن اختبار شما، امتحان شما. اختبار یعنی که امتحان. اختبار کن اختبار شما زنها، اختبار شما جوان دخترها. برای اختبار و اختبار امتحان. کن شما زنها، ضمیری چی است؟ ضمیر مخاطب. مفرد است یا جمع است؟ البته که جمع است، یعنی که اختبار کن اختبار شما زنها، جمع زنها. جمع گفتم از چند کس سر می شود؟ از 3 کس. این از 2 کس زیاد باشد در زبان عربی جمع می شود. تا اگر تا 1000 و میلیون هم باشد زبان عربی دیگه او را جمعش میگن. اختبار کن اختبار شما زنها. متا اختبار کن کی است امتحان شما زنها؟ در اعراب میگیم که متا این خبر مقدم هست، اختبار کن این مبتدای مؤخر هست. احداهن یکی از زنها میگوید که اختبارنا بعد شهرین، اختبارنا بعد شهرین یعنی که امتحان ما بعد از 1 ماه است. بعد شهرین که شد بعد 1 ماه. اختبارنا اختبار ما. ببین اختبارو نا یعنی که ضمیر است. ضمیر چی است؟ متکلم. مفرد است یا جمع؟ جمع است. یعنی که اختبارنا اختبار ما، امتحان ما بعد شهرین یعنی که بعد از 1 ماه است. بعد شهرین. آیا جایز است من در اینجا بگم که بعد شهری تنوین نتیم؟ نه جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه شهرین مضاف الیه هست، تنوین قبول میکند. باید من بگم بعد شهرین و الف لام ندارد که من بگم بعد شهری. برای همین خاطر باید در اینجا من بگم که بعد شهرین، بعد شهرین یعنی بعد از 1 ماه. و اعرابش این است اختبارنا این مبتدا هست، بعد شهرین ظرف متعلقش خبر میشود، یعنی مبتدا و خبر هست اینجا. بعد مضاف است، شهرین مضاف الیه هست. زینب میگوید که
اذهبتن الى المدرسه اليوم، اذهبتن الى المدرسه اليوم. میگوید که اذهبتن آیا آیا ذهبتن رفتید شما زنها. در اینجا سه کلمه است. ببینید نمی یک کلمه که حرفایی که میبینید خیال میکنید که یک کلمه است، سه کلمه است. اذهبتن سه کلمه است. آیا، ذهبتو رفتید شما، ذهب رفتید، تن شما زنها. ببینید یک کلمه است، ذهب یک کلمه است، تن یک کلمه است. اذهبتن یعنی که آیا رفتید شما زنها الى المدرسه به طرف مدرسه الیوم امروز. ببینید اذهبتن آیا ذهب فعل گفتیم، فاعلش کجا است؟ تن، تنن شما زنها. این ضمیر است. کدام ضمیر است؟ ضمیر مخاطب. مفرد است یا جمع؟ جمع است. جمع برای مذکر است یا برای مؤنث؟ برای مؤنث است، یعنی زنها. اگر مذکر میشه چی میگفتیم؟ ذهبتم. مؤنث که است برای مخاطب میگیم ذهبتن. الى المدرسه به طرف مدرسه. جار مجرور این متعلق به ذهب می شود. الیوم برای چی الیومش گفتیم؟ آیا جایز است بگویم که الیومو یا الیومی؟ جایز است؟ نه. برای چی؟ به خاطر اونه که این ظرف است. ظرف منصوب می شود، یعنی آخرش فتحه می گیرد. الیوم ظرف است برای مخاطر آخرش فتحه دارد. جایز است که بگویم الیومو یا الیومی؟ جایز نمی باشد. احداهن یکی از زنها میگوید که نعم ذهبنا و رجعنا. نعم یعنی بله، آره. ذهبنا رفتیم ما، و رجعنا و بازگشتیم ما، یعنی که مدرسه رفته آمده بودند. برای خاطر میگه ذهبنا یعنی رفتیم ما و رجعنا و بازگشتیم ما. پس اینجا سوال، ذهبنا نا ضمیر است. ضمیر چی است؟ متکلم است یا مخاطب است یا غائب؟ حتما که درس‌های گذشته یادتون باشد میگوید که ضمیر متکلم است، یعنی رفتیم ما. متکلم یعنی گوی سخن گوینده، رفتیم ما. وقتی متکلم باشد مفرد است یا جمع؟ حتما که جمع است. برای مذکر است یا برای مؤنث؟ یعنی مردانه است یا زنانه؟ اگر درس‌های گذشته در یادتون باشد میگوید که متکلم مفرد و جمعش فرق نمیکند بین مذکر و مؤنث. یعنی که یک کس اگر زنم باشد میگوید انا، مردم باشد میگوید انا. زنم باشد میگوید نحنو، مردم باشد میگوید، زنها هم باشد میگوید نحنو، مردها هم باشد میگویند که نحنو. همچنین ذهبنا، مردم باشد میگوید ذهبنا، زنم باشد میگوید ذهبنا. یعنی اینجا فرق نمیکند. برای خاطر این در ذهنتون داشته باشید. ذهبنا یعنی رفتیم ما، و رجعنا و بازگشتیم ما. پس در اینجا ذهب فعل است. فاعلش کجا است؟ فاعلش نو، همین ضمیری که میبینید ضمیر متصل مرفوع و جمع مذکر، ضمیری نو را میگوید ضمیر است، متصل است و مرفوع است، یعنی در محل رفع است. برای فاعل همه وقت ببینید که مرفوع میشود، در محل رفع است و متکلم هست، جمع متکلم هست، جمع متکلم هست و مذکر و مؤنث فرق نمیکند گفتیم. و رجعنا هم به مثل همین فعل است و فاعل هست. بگذاریم بعد تمرین ها. تمارین و تمرین ها. آیا جایز است بگم تمارینون؟ جایز است تنوینش بتم؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه این صیغه منتهی الجموع است. صیغه منتهی الجموع یکی از ممنوعات من الصرف است، یعنی که یکی از علت‌های هست، یکی از سبب‌های است که تنوین قبول نمی‌کند. پس این تمارینو تنوین قبول نمی‌کند. رقم 1 اجب عن الاسئله الاتیه. میگه که جواب بده از سوال‌های میآمدگی. اجیب یعنی جواب بده. فعل امر هست. فاعلش کجا است؟ فاعلش در تحتش پنهان هست، یعنی انت. اجب انت عن الاسئله الاتیه، از سوال‌های میآمدگی. این عجیب فعل امر برای کی است؟ برای مرد است یا برای زن؟ حتما که برای مرد است. عجیب یعنی جواب بده تو مرد. اگر زن رو بگویم چی طور میگیم؟ یعنی جواب بده ای شاگرد زن، شاگرد دختر. اگر زن رو بگوی چی میگوی؟ میگوی عجیبی، یعنی جواب بده تو زن. اگر مرد رو باشد میگوی عجیب، یعنی جواب بده تو مرد. زن باشد عجیبی، یعنی جواب بده تو زن. عن الاسئله الاتیه، از سوال‌های میآمدگی.
رقم یک، من انتن، کی هستید شما؟ من انتن، کی هستید شما؟ انتن ضمیر است. ضمیر چی است؟ ضمیر مخاطب. مفرد است یا مثنا یا جمع؟ حتما که جمع است. جمع است. جمع مذکر است یا مؤنث؟ مؤنث است. انتن شما زنها. اگر مردانه باشد چی میگوییم؟ مردانه باشد انتم، یعنی شما مردها. زنها باشد انتن، یعنی شما زنها. میگوید من انتن، کی هستید شما؟ زنها. و جوابش را از حواری که خواندیم از همون جمعه نویسید که این زنها کی بودند. رقم دو، این امکن، این امکن یعنی مادر شما کجاست؟ این در کجاست؟ امکن مادر شما زنها. ببینید کن ضمیر است. ضمیر چی است؟ متکلم است یا مخاطب است یا غائب؟ کن ضمیر مخاطب است. موضوع درس ما و شما، موضوع درس ما و شما گفتیم ضمیر مخاطب در صحبت میکند. پس همین کن ضمیر مخاطب هست. و برای مفرد است یا جمع است؟ برای جمع است. مذکر است یا مؤنث؟ برای مؤنث است. امکن مادر شما زنها. اگر گفتنی باشه که مادر شما مردها چی طور میگوییم؟ میگیم امکم، یعنی مادر شما مردها. امکن مادر شما زنها. وقتی که ضمایر را که دیدید تا در ذهنتون ماندن اینها را تکرار کنید تا اینکه در ذهنتون خوب بشینه، چطوری که نامتون از خوابتون بیدار کنند میگوید نامتون چی است، انا همین طور ضمایر را حفظ کنید. زیرا که ضمیر در زبان عربی در همه ملت، در همه زبان، تاجیکی و روسی و انگلیسی و خیتایی و هر زبانی که در روی دنیا هست، ضمیر بسیار رول مهم بازی میکند. ضمیر را باید خوب بدانید. رقم 3، این بیتکن یعنی در کجاست خانه شما؟ بیتکن خانه شما. این کن چی است؟ ضمیر است. ضمیر چی؟ ضمیر مخاطب. ضمیر مخاطب جمع مؤنث است، یعنی زنانه است. اگر مرد باشه چطور میگوییم؟ بیتکم. این بیتکم یعنی کجاست خانه شما مردها. اما در اینجا بیتکن که است میگوییم کجاست، در کجاست خانه شما زنها، یعنی خانه شما در کجاست. رقم 4 را بینید، این اخوکن، این اخوکن یعنی کجاست برادر شما. کن ضمیر است. ضمیر چی است؟ مخاطب. مؤنث است یا مذکر؟ حتما که مؤنث است. مذکرش کدام است؟ کم. مذکر که باشد کم می شود، یعنی اخوکم برادر شما مردها. مؤنث که باشد می شود اخوکن، چطوری که در اینجا نوشتگی است. این اخوکن یعنی کجاست برادر شما زنها. برادر شما زنها در کجاست؟ سوال هست و در اینجا می نویسید جوابش از حواری که در بالا خوانده بودیم. و رقم 5، این مدرسه‌تکن، این مدرسه‌تکن یعنی مدرسه شما در کجاست. کن گفتیم ضمیر است. مذکر باشه چطور می شود؟ مدرسه‌تکم مدرسه شما مردها. اینجا زنانه که هست، مؤنث که هست، برای خاطر میگه زنها را پرسیده ایستاده است، برای همون میگوید که این مدرسه‌تکن یعنی کجاست مدرسه شما زنها. و همچنین ناگفته نماند که اینجا ما میتونیم یک نمود دیگر بخونیم. این رو بگیم که این مدرستکن، مدرستکن معنیش دیگر میشود. چی میشود معنیش؟ درس گذشته گفته بودیم. اگر بخونیم که این مدرستکن معنیش این هسته که یعنی که استاذه شما زنها در کجاست. اگر مدرستکن بگیم یعنی مدرسه مکتب شما زنها در کجاست. فرقیت رو ببینید، فقط حرکت فرقش کرده است. حرفا همین طور نوشته می شود، فقط حرکت موندن این معنی را دیگرگون می کند. و در اینجا سوال دیگر، برای چی گفتیم که مدرسه تو کن، نگفتیم که مدرسه تا کن یا مدرسه تی کن؟ برای چی ت را دمه دادیم؟ ت آخری کلمه هست. برای چی دمه اش دادیم؟ سبب در چی است؟ سبب در این هسته که این مبتدا هست. مدرسه تو کن مبتدا است. خبرش در کجا است؟ خبرش عینه است. پس در اعراب میگیم که عینه ظرف است، متعلقش خبر مقدم هست و مدرسه تو کن مبتدای مؤخر است. برای خاطر مدرسه تو کن نمیگیم. اگر کسی مدرسه تا کن بگد خطا است، یا مدرسه تی کن بگد خطا است. برای مبتدا باید مرفوع باشد، باید آخرش رفع باشد. مدرسه تو کن. رقم 6، اذهبتن الى المدرسه اليوم، اذهبتن الى المدرسه اليوم آیا رفتید شما زنها
به مدرسه یعنی مدرسه رفتید، الیوم امروز. آیا ذهب رفتید، تن شما زنها. ببینید در اینجا سه کلمه است، ذهب تن، سه کلمه، یعنی که آیا رفتید شما زنها. ببینید الى المدرستی به خاطر چی مدرستی گفتیم؟ به خاطر اینکه حرف جاره در اولش است. الا حرف جاره که است، برای خاطر مدرستی میگیم. الیوم به خاطر چی الیوم گفتیم؟ حالا در بالا گفتیمش. به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه ظرف است. ظرف همه وقت منصوب می شود. ظرف منصوب می شود. الیوم امروز. اذهبتم الى المدرسه اليوم. اذهبتن در بالا نون خطون تشدید میمونید. در جایی که ضمیر جمع مؤنث را دیده تشدید نداشته باشد، خطون تشدید بمونندش. اذهبتن آیا رفتید شما زنها الى المدرسه به طرف مدرسه الیوم امروز. بگذاریم به تمرین رقم 2. تمرین رقم 2 میگوید که انث المبتدأ فی کل من الجمل الآتیه. انث المبتدأ وقتی بچسبونیم اگر انث المبتدأ نمیگیم، میگیم که انث المبتدأ فی کل من الجمل الآتیه، یعنی که مؤنث کن. انث مؤنث کن، زنانه کن. فعل امر هست، فاعلش کجا است؟ ضمیر مستتر است، انت. یعنی انث یعنی مؤنث کن تو مرد. اگر زن رو بگیم چطور میگیم؟ انثی یعنی مؤنث کن تو زن. المبتدأ، مبتدا یعنی مبتدا رو. ما و شما با مبتدا آشنا هستیم، مبتدا مرفوع می شود. المبتدأ مبتدا رو. فی کل در هر یک جمله من الجمل الآتیه از جمله های می آمدگی، در پایان جمله ها را می آورد، میگوید که مبتدا ها را در همین جمله مؤنث کن. مبتدا را در همین جمله میگد مؤنث کن. میگذاریم با مثالش. میگد که مثال انتم طلابون، آیا شما طلبه ها هستید. ببینید انتم مبتدا هست، طلابون خبر هست. انتم طلابون آیا شما طلبه ها هستید. حرف استفهام میگیم، در اعراب لا محلش میگیم. انتم مبتداش میگیم، طلابون رو خبرش میگیم. انتم طلابون آیا شما طلبه ها هستید. این مذکر بود. انتم این ضمیر مخاطب جمع مذکر هست و همین رو باید ما مؤنثش کنیم. این یکم مثالش رو خودش کار کرده. ببینید میگه که انتن طالباتون. انتن طالباتون آیا شما زنها طلبه ها هستید. انتن این چی است؟ ضمیر است. ضمیر مخاطب، ضمیر جمع مخاطب مؤنث است. ببینید انتن، انتم مذکر هست، ضمیر مخاطب جمع مذکر هست. انتن ضمیر مخاطب جمع مؤنث هست. این را در ذهنتون داشته باشید و بشناسید. این ضمیر را ما و شما بارها چند درصد تکرارش کردیم. پس در اینجا ببینید انتم مبتدا مذکر که است، طلابون خبر مذکر هست. و در دویم مثالی که خودش کار کرده است که انتن مبتدا مؤنث که است، برای خاطر طالباتون خبر مؤنث می شود. مبتدا مؤنث که است، خبر مؤنث می شود. اکنون در پایان این مثال ها را باید ما و شما کار بکنیم. اصلا این وظیفه شما است، باید خودتون تنها کار بکنید، لیکن ما یاردمتون میکنیم و شما خودتون غیر از این را هم کار بکنید و غیر از این بسیار کار کنید تا اینکه در ذهنتون بماند. رقم 1 انتم مدرسون آیا شما استادها هستید. مدرسون یعنی که درسگوی ها هستید، یعنی استادها هستید. انتم آیا شما مدرسون استادها هستید. ببینید انتم مبتدا است، مدرسون خبر است، هر دوش مذکر هست، مردانه است. این را اکنون باید ما و شما زنانه کنیم. چطور زنانهش میکنیم؟ میگم که انتن مدرساتون. انتن مدرساتون یعنی آیا شما زنها استاذه ها هستید. انتن مدرساتون در جای نقطه نوشته میکنید و ترجمهش میکنید که آیا شما زنها استاذه ها هستید. میگذاریم به رقم 2 انتم اطباء. انتم اطباء آیا شما طبیب ها هستید. اطباء تنوین دادن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه در آخرش الف و همزه زائده است و این را تنوین نمیتیم. انتم اطباء آیا شما طبیب ها هستید. این مذکر است. زنانه را چطور میگوییم؟ زنانه را میگوییم که انتن طبیباتون. انتن
طبیباتون میشه، اطباء هم بگویم میشود، لیکن طبیباتون هم بگویم میشود، هر دوش جایز است. انتم طبیباتون یعنی که آیا انتون یعنی که آیا شما زنها طبیباتون طبیبه ها هستید، یا میشود بگیم که انتم انتون می نویسیم که انتون اطباء، آیا شما زنها طبیب ها هستید، و می نویسیم و اعراب میکنیم با همچنین که انتم مبتدا است و اطباء خبر هست، هر دوش مذکر کی است، برای همین خاطر انتم مذکر کی است، اطباء مذکر آمده که این جمع تکسیر است، مذکر و مؤنث می آید، مشکل ندارد، در جمع تکسیر می شود مذکر و مؤنث بیاید. رقم 3 انتم اخوة حامدین، انتم اخوة حامدین، آیا شما برادرهای حامد هستید، انتم آیا شما اخوة برادرهای حامدین حامد هستید. ببینید اخوة گفتیم در اینجا، آیا جایز است که بگوییم اخوتون؟ جایز است؟ نه. برای چی؟ به خاطر آنه که اخوة مضاف است، مضاف گفتیم تنوین قبول نمی کند. اخوة حامدین، حامدین مضاف الیه هست. انتم آیا شما اخوة حامدین برادرهای حامد هستید. اخوة جمع چی است؟ جمع اخ. اخ گفتیم جمعش دو جمع داریم، می شود که بگیم اخوتون یا اخوتون یا اخوانون، اخوانون برادرها یا اخوتون برادرها، هر دوش جایز و درست است. اکنون را باید ما و شما زنانه‌اش کنیم. چطور میکنیم؟ انتم مذکر است، جمع زنانه‌اش میکنیم، میشود که انتون اخوتون برادرها، باید بگیم خواهرها، چطور میگیم؟ اخوات حامدین. پس می نویسیم که انتن اخوات حامدین، اخوات حامدین یعنی که آیا شما خواهرهای حامد هستید. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 4 انتم مسلمون، آیا شما مسلمان ها هستید. انتم شما مردها، مسلمون مسلمان ها هستید، این جمع مذکر سالم هست و این را باید ما جمع مؤنثش کنیم. چطور میگیم؟ میگیم که انتن مسلماتون، انتن مسلماتون می نویسیم، یعنی که آیا شما زنها مسلمان ها هستید، مسلمان زن هستید، می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 5 انتم اعمام محمودین، انتم اعمام محمودین یعنی که آیا شما مردها عمک های محمود هستید. انتم مبتدا، اعمامو خبر، اعمامو مضاف، محمودین مضاف الیه. این اعراب رو بارها تکرار کنید تا اینکه در ذهنتون بماند. همه وقت حرف استفهام لا محل میشه، حرف که گفتیم لا محل میشود. انتم اعمام محمودین، آیا شما عمک های محمود هستید. اعمام جمع عم است، عمون یک عمک، اعمامون عمک ها. پس این را باید ما جمع کنیم، بگیم که آیا شما عمه های محمود هستید. آیا شما عمه های محمود هستید. پس می نویسیم که انتن عمات محمودین، انتن عمات محمودین یعنی که آیا شما عمه های محمود هستید. انتن شما زنها، عماتو عمه های محمودین محمود هستید. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 6 انتم ابناء المدیری، انتم ابناء المدیری آیا شما مردها پسرهای مدیر هستید. انتم آیا شما ابناء المدیری پسرهای مدیر هستید. این را باید جمع کنیم، بنویسیم که آیا شما زنها دخترهای مدیر هستید. چطور میگوییم؟ می نویسیم که انتن بنات المدیری، بنات یعنی دخترها، انتون یعنی آیا شما دخترها بنات المدیری یعنی دخترهای مدیر هستید. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 7 در رقم 7 میگوید که انتم آباء الطلابی، آیا شما پدرهای طلبه ها هستید. انتم آیا شما مردها آباء الطلابی یعنی پدرهای طلبه ها هستید. آبا جمع اب بود، اب یعنی پدر، آبا پدرها، آباء الطلابی یعنی پدرهای طلبه ها، پدرهای دانشجوی ها. پس این را باید ما زنانه کنیم.
می نویسیم که باید بگوییم که آیا شما مادرهای طلبه ها هستید. چی میگوییم؟ می نویسیم که اانتن امهات الطلابی، یا می شود که امهات الطالباتی. طلابی گفتیم جوان دانشجوهای پسر، طالباتی گفتیم یعنی که جوان دانشجوهای دختر. پس می نویسیم انتن امهات الطالباتی، یعنی که آیا شما زنها مادرهای طلبه زنها هستید، یعنی که دانشجو دخترها هستید. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم و میگذاریم بعد تمرین رقم 3. در تمرین رقم 3 میگه که حول الضمیر فی کل من الجمل الآتیه كما هو موضح في المثال. حول فعل امر هست، فاعلش انت، یعنی که حول یعنی تغییر بده، تو مرد. اگر زن رو بگیم چطور میگیم؟ در آخرش یا خوش میکنیم، حولی حولی، یعنی که تغییر بده تو زن یا تو دختر. اگر مرد رو بگیم، بچه رو بگیم، میگیم که حول یعنی تغییر بده تو پسر. پس در خواندن ما میخونیم که حول الضمیر، حول الضمیر یعنی تغییر بده تو ضمیر را. ضمیر ما شما دیگر میشناسیم، انا، انت، هو، هی، ضمیر متصل و منفصل، ضمیر متکلم و مخاطب و غائب، اینا را دیگر میدونیم. ضمیر که گفت هر ضمیری باشد. فی کل من الجمل الآتیه، در هر یک جمله که می آید، در هر یک جمله که در پایان می آید میگه همون را تغییر بده. کما هو موضح فی المثال، چی طوری که اون روشن کرده شده در مثال هست. در مثال میگه شما خودمون کار میکنیم و باقی موندهش شما خودتان کار بکنید. پس مثالش را میبینیم. ببینید مثال میگه که عین بیتکم یا اخوانو، یعنی خانه شما در کجاست ای برادرها. بیتکم خانه شما مردها، کم ضمیر مخاطب جمع مذکر هست. این را ضمایر را در ذهنتون خوب داشته باشید. بیتکم، کم ضمیر مخاطب جمع مذکر هست. یا اخوانو ای برادرها. اخوان جمع چی بود؟ جمع اخ. گفتیم اخ دو جمع شود، یکمش اخوان دویمش اخوه. اخوان و اخوه هر دوش یعنی که برادرها. پس مثال خودش کار کرده است که عین بیتکن یا اخواتو، یعنی کجاست خانه شما ای خواهرها. اخوات جمع اخت است، اخت یک خواهر، اخوات خواهرها. پس اینجا در مذکر هست. اول میگه که خانه شما در کجاست ای برادرها، پس میپرسد که خانه شما در کجاست ای خواهرها. انا در پایان اکنون این مثال ها را باید ما و شما خودمون کار بکنیم و خودمون مسئلهش حل بکنیم. میگه که عین اخوکم یا اخوانو، یعنی که در کجاست برادر شما ای برادرها. عین اخوکم یعنی برادر شما در کجاست، یا اخوانو ای برادرها. پس این را باید ما زنانه کنیم. همین مسئله را، همین جمله را زنانه میکنیم. میگیم که در کجاست برادر شما زنها یا خواهری، خواهر شما زنها ای خواهرها. پس می نویسیم که عین اخوتکن یا اخواتو، یا اخواتو. عین اخوتکن یا اخواتو، یعنی که کجاست خواهرهای شما. اخوتکن نه، عین اخواتکن، اخواتکن یا اخواتو. عین اخواتکن یا اخواتو، یعنی که در کجاست برادرها. اینجا مفرد بده است، جمعش نمیکنیم. میگیم که عین اخوکن را اختکم کن نمیگیم، اخوکم اختکن. پس می نویسیم که عین اختکن یا اخواتو، یعنی که در کجاست خواهر شما ای خواهرها. در کجاست خواهر شما ای خواهرها. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. رقم 2 عین مدرستکم یا اخوانو. عین مدرستکم
یا اخوانو، یعنی که مکتب شما در کجاست ای برادرها. ببینید مدرسه تو کم، مدرسه شما مردها، یا اخوانو ای برادرها. پس این را باید زنانه بکنیم. پس می نویسیم که این مدرسه تو کن یا اخواتو. می نویسیم که این مدرسه تو کن یا اخواتو، یعنی که مدرسه مکتب شما در کجاست ای خواهرها. مدرسه تو کن نمیگیم، برای زنها را پرسیده ایستادیم. منادا زن هست، یا اخواتو منادا زن هست، برای هم خاطر میگیم مدرسه تو کن نه. اینجا دکی مدرسه تو کم هست یا اخوانو منادا مذکر کی هست، برای هم خاطر برای همین سبب مدرسه تو کم میگوییم. و می نویسید و ترجمه میکنید. و رقم 3 متى اختبارکم یا اخوانو، در این بالاش مد موندگی است، اون خطا شدگی است. اصلش متى اختبارکم یا اخوانو، یعنی که کی است امتحان شما ای برادرها، امتحان شما مردها، اختبارکم امتحان شما مردها، یا اخوانو ای برادرها. پس این را باید زنانه کنیم. می نویسیم که متى اختبارکن یا اخواتو، متى اختبارکن یا اخواتو، یعنی که امتحان شما زنها کی است ای خواهرها. اختبارکن نمیگیم، برای زنها را پرسیده ایستادیم، برای خاطر اختبارکن. کن ضمیر است. ضمیر چی است؟ ضمیر متصلی مخاطب جمع مؤنث. رقم 4 اهذا عمکم یا اخوانو، یعنی که آیا این برادر شما است ای، آیا این عمک شما است ای برادرها. عمکم یعنی عمک شما، یا اخوانو ای برادرها. پس این را باید زنانه کنیم. می نویسیم که اهذه، هذا اسم اشاره برای مفرد مذکر هست، این را زنانه میکنیم. اهذه می نویسیم. عمکم عمک شما، باید بگیم عمه شما زنها. پس می نویسیم که عمتکن یا اخواتو. پس می نویسیم که اهذه عمتکن یا اخواتو. ترجمه اش که آیا این عمه شما زنها است ای خواهرها. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. و رقم 5 بیتکم قریب یا اخوانو، بیتکم قریب یا اخوانو، یعنی که آیا خانه شما مردها قریب است ای برادرها. کم ضمیری مخاطب هست، جمعی مذکر هست مردها. این بیتکم، بیتکم آیا بیتکم خانه شما مردها قریب نزدیک است یا اخوانو ای برادرها. پس این را زنانه میکنیم. می نویسیم که بیتکن، اینجا بیتکم بود، بیتکن نمیکنیم. بیتکم شما مردها، خانه شما مردها. بیتکن خانه شما زنها. قریبون یا اخواتو، یعنی که آیا خانه شما زنها قریب است ای خواهرها. می نویسیم و ترجمه اش میکنیم. و رقم 6 فی ای شهر اختبارکم یا اخوانو. فی ای شهر یعنی در کدام ماه. فی ای شهر در کدام ماه. شهر گفتم ماه را میگن. ای کدام. فی در. فی ای شهر یعنی در کدام ماه. اختبارکم امتحان شما مرد هست ای اخوانو ای برادرها. اختبارکم کم ضمیری جمعی مذکر می باشد، مخاطب. پس این را زنانه میکنه. می نویسیم که فی ای شهرین چطوری که هست همین طور می نویسیم. اختبارکم اختبارکن نمی نویسیم. اختبارکن یا اخواتو می نویسیم. پس می نویسیم که فی ای شهرین اختبارکن یا اخواتو، یعنی که در کدام ماه است امتحان، در کدام ماه است امتحان شما زنها ای خواهرها. همین طور می نویسید و ترجمه اش میکنید و در ذهنتان میگیرید. و میگذاریم به تدریبی، به مشق چهارم. مشق چهارم میگوید که ضع فی الاماکن الخالیه فیما یلی ضمیرا مناسبا
للمخاطب انت انتم انتی انتن. میگه که ضع یعنی بگذار، فعل امر مذکر هست. اگر زنانش بکنیم یعنی زن بگیم که بگذار چی میگیم؟ دعی، در آخرش یا قش میکنیم میشود فعل امر برای زن، یعنی زن امر کردیم. دع که گفتیم بگذار تو مرد، دعی بگذار تو زن. دع فی الاماکنی یعنی که در جایهای، اماکن جمع مکان، مکان یک جا، اماکن جایها. فی الاماکن الخالیتی یعنی در جایهای خالی. فی ما یلی در آن چیزی که می آید، در پایان مثال ها می آید. ضمیرا مناسبا یک ضمیر مناسب را، ضمیرها را ما شما خوانده بدیم لیکن با خودش ضمیرها را میگد. للمخاطبی لیکن ضمیر مخاطب، فقط ضمیر مخاطبمون، ضمیر متکلم نه، ضمیر غایب نه، ضمیر مخاطب. همین ضمیر مخاطب در درون قوس آورده است که انت انتم انتی انتن. انت تو یک مرد، ضمیر مخاطبی مفرد است. انتم شما مردها، ضمیر مخاطبی جمع مذکر هست. ببینید انت تو یک مرد، انتم شما مردها. انتی تو یک زن، ضمیر مخاطبی مفرد مؤنث است، یعنی تو یک زن. انتن شما زنها، یعنی که ضمیر مخاطب جمع مؤنث است. این را ضمیرها را در یادتون داشته باشید، دیگر این چیزها را میدونید. یعنی رقم یک میگه که مسلمون، آیا مسلمون یک تا، میبینیم که مسلمون مرد است، پس چی میگیم؟ انت مسلمون، آیا تو مسلمان هستی؟ رقم دو را بینید، مریضتون، آیا بیمار هستی؟ مریضتون آخرش ت دارد، پس زن را پرسیده ایستاده است، پس می نویسیم که انتی مریضتون، آیا تو زن بیمار هستی؟ اگر مرد میشد انت مریضون، آخرش ت نمی گرفت، آخرش ت که گرفت یعنی زن هست. انتی مریضتون، آیا تو زن کسل هستی؟ رقم سه طبیباتون، یعنی که دکتر زنها، طبیبات دکتر زنها، پزشک زنها. پس اینجا ببینید جمع کی است، پس ضمیر مخاطب جمع زنانه میاریم. ضمیر مخاطب جمع زنانه چی بود؟ انتن طبیباتون، انتن طبیباتون، یعنی که آیا شما زنها پزشک زن هستید؟ انتن آیا شما زنها، طبیباتون یعنی دکتر زنانه هستید شما. می نویسید و ترجمه اش میکنید. رقمی 4 تجارون، تجارون یعنی مردها هست، صیغه جمع است، پس ضمیر مخاطبی جمعی مذکر میاریم. اون چی بود؟ انتم. پس می نویسیم که انتم تجارون، یعنی که آیا شما مردها بیزنسمن ها هستید؟ تجارون بیزنسمن ها، مفردش تاجرون، تاجرون یک بیزنسمن، تجارون بیزنسمن ها. رقم 5 میگه که در اینجا نقطه موندگی است، باید چند نقطه اون برای جمله را نوشتن و خودتون می نویسید در جای همون یک نقطه که بنت المدرس، یعنی که یک مدرس که یک دختر که است، می نویسید که انتی بنت المدرسی، یعنی که آیا تو دختر مدرس هستی؟ انتی می نویسید در جای همون نقطه. بنت المدرس یعنی دختر مدرس هستی. رقم 6 اخوات عباس، یعنی که آیا خواهرهای عباس هستی؟ پس در اینجا باید ضمیر مخاطب جمع مؤنث بیاریم. ضمیر مخاطب جمع مؤنث چی بود؟ انتن. پس می نویسیم که انتن اخوات عباس، یعنی که آیا شما خواهرهای عباس هستید؟ و انتن شما زنها، انتن اخوات عباس، آیا شما زنها خواهرهای عباس هستید؟ همینطور می نویسید و ترجمه اش میکنید. و رقم 7 طلاب، طلبه های پسر جمع باشد، پس ضمیر مخاطبی جمعی مذکر چی بود؟ انتم. پس در اینجا می نویسیم که انتم طلابون، انتم طلابون،
یعنی که آیا شما مردها شاگردها هستید، آیا شما بچه ها شاگردها هستید. برام خاطر انتم می نویسیم، یعنی که شما مردها. پس این بود تمرین رقمی 4. میگذاریم بر رقمی 5. تمرین رقمی 5. تمرین رقمی 5 میگوید که دع فی الامکنه فی الاماکنی باید باشد. اینجا امکنتی هم می شود، اماکن یا امکنه هم می شود، هر دوش جایز است. امکن، امکنتون یا اماکنون جمع مکان هست، جایها. در بالا ببینید اینجا ده اماکن بود، رقم 4 رو ببینید دا فی الاماکن، این هم جمع مکان هست و دا فی الامکنه این هم جمع مکان هست، هر دوش جمع مکان است. لیکن در بالا فراموش کردیم بگوییم که در بالا ضمیر مخاطب منفصل می آوردیم، ضمیر مخاطب منفصل، فهما در ذهنتون بگیرید. اکنون در تمرین رقم 5 میگه دع فی الامکنه الخالیه فی الجمل الآتیه ضمیرا متصلا للمخاطب که کم، کی، کنه. میگه که دع بگذار، فعل امر برای مرد، زن باشد گفته میگیم دعی، بگذار تو زن. فی الامکنه الخالیه، یعنی در جایهای خالی. فی الجمل الآتیه، در جمله های می آمدگی. ضمیرا متصلا، ضمیر چسبیدگی، ضمیر متصل. در بالا ضمیر منفصل آورده بودیم، مثلا انت، انتم یا انتی، انتن، نه ضمیر منفصل بود. اینجا در میگه ضمیر متصل بیار، میگه ضمیر متصل للمخاطب باشد، میگه لیکن ضمیر مخاطب بیار، متکلم نه، غایب نه، ضمیر مخاطب بیار. خودش آوردگی است که یعنی تو مرد، این ضمیر است. ضمیر چی است؟ ضمیر مخاطبی متصل هست. کم ضمیر است. ضمیر چی است؟ ضمیر جمعی مذکر متصل هست. کی، تو یک زن، اینم ضمیر متصل هست. کن، شما زنها، اینم ضمیر متصل و مخاطب هست، جمع مؤنث است. ببینید که تو یک مرد، کم شما مردها، کی تو یک مرد، کن شما، کی تو یک زن، کن شما زنها. پس همون بالا در چیزی که آوردیم انت که معنی هر دوش یک است، لیکن انت منفصل هست و که متصل است. و بالا آوردیم انتم شما مردها و کم شما مردها. فقط در بالا کم شما مردها این منفصل بود و کم در اینجا متصل هست. و کی در بالا انتی آوردیم، در اینجا کی بالاگی منفصل بود، این متصل هست. و کن در بالا انتن آوردیم، انتن این متصل منفصل بود و کن متصل هست و فرقه چون در همین است. خب اکنون در اینجا میگه این مثال ها را بگذاریم، باید ما و شما یک ضمیر مخاطب مناسب را ببینید. رقم 1 این بیتو یا اخوانو، اینجا در یا باید بنویس بعد اخوانو بنویس، اینجا در خطا شده است، خطا بنویس. یا بعد الف بنویسید، در پایانش همزه کنید. همزه آمده است لیکن الفش نیست. یا اخوانو، پس یعنی که برادرها که باشد ضمیر بیتو، چی میگیم؟ خانه شما برادرها، مردانه، ضمیر متصلی مخاطبی جمع مذکر میمونیم. چی میشود؟ این بیتو کم، یعنی در کجاست خانه شما، یا اخوانو ای برادرها. پس اینجا در بیتو کم می نویسیم، کم در آخر بیت در جای نقطه همراه میکنیم. پس میشود که این بیتو کم یا اخوانو، یعنی که خانه شما در کجاست ای برادرها. رقم 2 اهذا کتابو یا حامدو، یعنی که آیا این کتابی ای حامد، کتابی تو یک است، یعنی که ضمیر متصلی مخاطب مذکر میاریم. پس می نویسیم که اهذا کتابو که یا حامدو، یعنی که آیا این کتابی تو است ای حامد، ضمیر که را میاریم می نویسیم. رقم 3 ساعتو جمیلتون یا لیلا،
اینجا لیلی که اگه چی کردگی است خطا است. لیلا. ساعتی تو زیبا است ای لیلا. اینجا در تو باید مؤنث بیاریم، ضمیری متصلی مخاطبی مؤنث بیاریم. پس میاریم که ساعتو کی جمیلتون، ساعتو کی جمیلتون یا لیلا، یعنی ساعتی تو زیبا است ای لیلا. ساعتو کی، برای چی ساعتو میگیم؟ به خاطر اینکه مبتدا است. ساعتو کی بعد مضاف مضاف الیه می شود. جمیلتون، برای چی جمیلتون میگیم؟ به خاطر اینکه خبر هست. ساعتو مبتدا است، جمیلتون خبر. رقم 4، من ابو یا اخواتو، کیست پدر شما ای خواهرها؟ کیست پدر شما ای خواهرها؟ پس در اینجا شما زنها ضمیر جمعی، ضمیر مخاطب جمع مؤنث باید بیاریم. ضمیر مخاطب جمع مؤنث چی بود؟ کننا. پس میگیم که من ابو کننا یا اخواتو، یعنی کی از پدر شما زنها ای خواهرها؟ پدر شما خواهرها کی است؟ ابو کننا می نویسیم، کننا. رقم 5، ما یا اخی ای برادر. پس باید بپرسیم که نام تو چیست ای برادر؟ نام تو مرد رو پرسیده ایستادیم. پس بنویسیم که مسموکه، اون بالای الف ده مد کی است اون خطا است، در مثلا باید به مد باشد. مسموکه اون الفی همزه وصله که خوانده بودیم، این همون همزه وصل است، در بین کلمه باشد نمیخونیمش. پس می نویسیم که مسموکه، میخونیم که مسموکه یا اخی. در اینجا ضمیری مخاطبی مفردی مذکر میمونیم. مسموکه یعنی نام تو چیست یا اخی ای برادرم. مسموکه یا اخی یعنی نام تو چیست ای برادرم. و رقم 6، مسمو یا اختی ای خواهرم. وقتی زن رو بپرسیم میگیم که نام تو چیست، بعد تو ضمیری مخاطبی مفرد مؤنث باید بمونیم. در اینجا می نویسیم که مسمو کی میمونیم، یا اختی ای خواهرم. مسمو کی یا اختی یعنی چیست نام تو ای خواهر، ای خواهرم. رقم 7، امو فی البیتی، در خانه است. در اینجا می شود که ضمیری مخاطبی مفرد مذکر بمونیم یا مؤنث بمونیم. اگر زن پرسیدنی باشه میگیم که امو کی فی البیتی، یعنی که آیا خواهر تو در خانه است. اگر مرد رو پرسیدنی باشیم، بچه را پرسیدنی باشه میگیم که امو کا فی البیتی، آیا مادر تو در خانه است. هر دو جایز است. امو کا هم بگیم جایز است، امو کی هم بگیم جایز است. یک چه می نویسیم. رقم 8، ما اسماء یا اخوانو، یعنی چیست نام های شما ای برادرها. پس در اینجا می نویسیم که ما اسماؤکم یا اخوانو. ما اسماؤکم یا اخوانو یعنی نام شما چیست ای برادرها. نام شما برادرها چیست یا اخوانو ای برادرها. ما اسماؤکم، اسماؤکم یعنی نام های شما مردها. پس همین طور می نویسیم و ترجمه اش میکنیم و میگذاریم به تمرین رقم 6. تمرین رقم 6 میگوید که دع فی الاماکن الخالیه فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم انا نحن. ببین میگوید که دع یعنی بگذار، فعل امر برای مرد. زن باشد گفته میگیم که دعی یعنی بگذار تو زن، دع بگذار تو مرد، یا تو طلبه بچه یعنی پسر. فی الاماکن الخالیه در جایهای خالی، فی ما یلی در آن جایهای خالی که می آید، ضمیرا مناسبا ضمیرهای مناسب را، للمتکلمی لیکن برای متکلم باشد. انا نحن، متکلم گفتیم ما دو ضمیر داریم، انا مفرد نحن جمع، مثنا نداریم یعنی دو تگه نداریم. انا نحن، انا من، نحن ما، هم مرد هم زن یک است یعنی فرق نمی کند. پس ببینید رقم 1 رو ببینید، میگوید که رقم 1 باید رقم 1 پیش ای نقطه نوشته میشد.
در اینجا خطا شده است، مشکل ندارد. می نویسه در جای نقطه ها که انا مسلمون، انا مسلمون، یعنی که من مسلمان هستم. رقم 2 را ببینید و اینجا می نویسید که نحن مسلمون، ما مسلمان ها هستیم. مسلمون جمع که است، برام خاطر میگید که نحنو. رقم 3 را ببینید مسلمتون، یک زن. پس می نویسید که انا مسلمتون. مرد و زن گفتیم فرق ندارد. انا مسلمون یا که انا مسلمتون. مرد باشد میگه انا مسلمون، من مرد مسلمان هستم. زن باشد میگه که انا مسلمتون، من زن مسلمان هستم. یعنی فرق نمی کند. رقم 4 را ببینید مسلماتون، یعنی که مسلمان زنها. پس می نویسید که نحن مسلماتون، یعنی که ما مسلمان زنها هستیم. رقم 5 را ببینید بنات المدیری، یعنی دخترهای مدیر. پس در اولش می نویسید که نحن بنات المدیری، نحن بنات المدیری، ما دخترهای مدیر هستیم. رقم 6 را ببینید ابن المدرسی، یعنی که پسر مدرس، یک کس که است. پس می نویسید که انا ابن المدرسی، من پسر مدرس هستم. انا ابن المدرسی، من پسر مدرس هستم. رقم 7 طلاب، طلبه ها. پس می نویسید که نحن طلاب، ما طلبه ها هستیم. اونجا نقطه‌ای که پیش از رقم 7 هست در اونجا نحن می نویسید. پس می خونید که نحن طلاب، یعنی ما طلبه ها هستیم. رقم 8 را ببینید بعدش مریضتون آمدگی است، یعنی که بیمار زن. پس می نویسید که انا مریضتون، من بیمار هستم. یعنی زن میگوید. مرد باشد میگوید که انا مریضون، زن باشد میگوید انا مریضتون. پس این را همین طور میخونید و مینویسید و فرقیتش بیان میکنید. و میگذاریم بر رقم 7. رقم 7 میگه که اقرا واکتب. اقرا یعنی که بخوان تو، فعل امر برای مرد است. واکتب بنویس تو، فعل امر برای مرد است. پس اینجا ده زن رو اگر بگویم میگیم که اقرئی واکتبی، یعنی بخوان تو زن، واکتبی و بنویس تو زن. اقرا واکتب، بخوان، اقرا بخوان، واکتب و بنویس. و همچنین را بخوانید و بنویسید و ترجمه‌اش هم بکنید، زیرا اینکه بسیار مهم هست. رقم 1 ذهب ابی الى القاهره قبل اسبوع. ذهب رفت، ابی پدر من، الى القاهره قاهره رفت. قاهره پایتخت مصر. قبل اسبوع یک هفته پیش. میگد که ذهب، فاعل ذهب در کجا است؟ فاعل ذهب ابی، یعنی رفت. کی رفت؟ پدرم رفت. یعنی پدر فاعل هست. ذهب ابی یعنی پدر من رفت الى القاهره، قاهره رفت. قبل اسبوع یک هفته پیش. این رو میخونید و مینویسید در دفتر و ترجمه اش میکنید. رقم 2 متى خرجت من الفصل یا محمد. متى خرجت من الفصل یا محمد، کی برآمدی تو از صنف ای محمد. برای چی در اینجا خرجت گفتیم، خرجتی نگفتیم؟ به خاطر اینکه منادا مذکر است، یا محمد، محمد رو پرسیدیم، برای این خاطر میگیم خرجت. یا برای چی خرجت نگفتیم؟ به خاطر اینکه ما محمد رو پرسیدیم، مخاطب. خرجت که شد این غایب می شود. خرجت غایب است، خرجت این مخاطب مذکر هست. خرجت و خرجتی مخاطب مؤنث است و خرجتو که باشد متکلم هست. متى خرجت کی برآمدی تو من الفصل از صنف یا محمد، ای محمد. میگوید که خرجتو بعد درسی. خود چه گفته سه برام خاطر میگوید که خرجتو یعنی برآمدم من بعد درسی، بعدی درس، پس از درس. ببین خرجته که گفتی برآمدی تو، خرجتی گفتی برآمدی تو زن، لیکن اینجا میگه خرج تو. محمد خودش گفته که من برآمدم، خرج تو برآمدم من بعد درسی، بعدی درس. رقم 3 ذهبت الى المسجد قبل الاذان. ذهبت الى المسجد قبل الاذان یعنی که رفتم من مسجد قبل الاذان، پیش از اذان. ذهبت رفتم من مسجد پیش از اذان.
اگر گفتنی باشه که رفتی تو، میگوی که ذهبت، تو رفتی تو مرد. می شود که ذهبت الى المسجد قبل الاذان، رفتی تو مرد مسجد پیش از اذان. اگر که زن رو گفتنی باشه می شود که ذهبتی الى المسجد قبل الاذان، یعنی رفتی تو زن مسجد پیش از اذان. همچنین می شود که ذهبت الى المسجد قبل الاذان، رفت وی زن مسجد پیش از اذان. ببینید در اینجا همش جایزه. می شود بگیم که ذهبت، رفتی تو. می شود بگویی که ذهب تو، رفتم من. می شود بگویی که ذهبتی، رفتی تو زن. می شود بگویی ذهبت، رفت وی زن. همش بگویید جایزه، معنیش درسته، معنیش خطا نمی شود. پس اینجا ده همش بمونید و بگویید که ذهبتو، ذهبت، ذهبتی، ذهبت چی فرقیت ها دارد و برای چی این طور شد و برای چی آن طور شد بیانش کنید. رقمی 4. متى ذهب عمك الى الرياض یا آمنة. متى ذهب عمك الى الرياض یا آمنة، یعنی کی رفت عمکی تو ریاض ای آمینه. عموکی، برای چه عموکی گفتیم؟ به خاطر اینکه آمینه را پرسیده اسم نه منادا مؤنث است، یا آمینه تو منادا مؤنث که است، برای این خاطر عموکی میگیم. متى ذهب کی رفت عموکی عمکی تو الى الریاض بر ریاض پایتخت عربستان سعودی، یا آمینه تو ای آمینه. ذهب فعل است، فعلش در کجا است؟ عموکی، عمو انمین فاعل هست. رفت کی رفت؟ عمک. پس انمون رفتگی آدم فاعل هست و عمو فاعلی ذهب است. میگه ذهب قبل شهر، ذهب قبل شهر یعنی که رفت عمکش 1 ماه پیش. قبل شهر 1 ماه پیش. پس این را می نویسید و می خونید و ترجمه میکنید تا اینکه در ذهنتون بماند. رقم 5. قبل الصلاة ذهبت الى المطعم. قبل الصلاة ذهبت الى المطعم، یعنی که آیا قبل الصلاة یعنی پیش از نماز، ذهبت رفتی تو الى المطعم یعنی مطعم آشخانه، یعنی که پیش از نماز رفتی تو آشخانه. اینجا اگر بگویی که ذهب تو معنی ترجمه ده خطا میشد، برای یعنی که چه سوال میتید خودش رو که بعد میشود که آیا پیش از نماز رفتم من آشخانه. این خطا است. یعنی که آیا پیش از نماز رفتی تو الى المطعمی یعنی آشخانه، این درست است. و میشود که ذهبت بگوی، میشود ذهبتی بگوی، یعنی زن رو بپرسی. میشود ذهبت رفتی تو مرد، ذهبتی رفتی تو زن. اگر مرد رو پرسیدی میگوی که قبل الصلاة ذهبت الى المطعم، یعنی که آیا پیش از نماز رفتی تو ای بچه آشخانه. اگر که زن رو پرسیدی میگوی که قبل الصلاة ذهبتی الى المطعم، یعنی که آیا پیش از نماز رفتی تو ای دختر آشخانه. هر دوش جایز است. ذهبت گفتی مرد، ذهبتی گفتی زن، درست است. میگوید لا، نه، ذهبت بعد الصلاة، یعنی که میگوید که نه، رفتم بعد نماز. ذهبت رفتم من بعد الصلاة بعد نماز. مرد زن یعنی همون جواب میتید. مرد زن میگوید ذهبت بعد الصلاة، یعنی رفتم من. مردم باشد میگوید ذهبت رفتم من، زنم باشد میگوید که ذهبت رفتم من. یعنی که بین مرد و زن فرق نمیکنه. چطوری که در بالا ذکر کردیم که ضمایر متکلم بین مرد و زن فرق نمی کند. این ضمیر متکلم است. ذهبت تا ضمیر است. ضمیر متکلم مفرد است. با مذکر و مؤنثش فرق نمی کند. و میگذاریم با پایان این درس. میگه که اذهبت یا اخی، آیا رفتی تو ای برادر. اذهبت آیا رفتی تو، یا اخی ای برادر. پایانش را ببینید. اذهبتی یا اختی، آیا رفتی تو ای خواهر. ذهبت رفتی تو بچه، ذهبتی رفتی تو دختر. میگه که انا ذهبت، من رفتم، من رفتم. یک بار دیگر از سرش میخونیم. این ذهبت یا اخی، یعنی کجا رفتی تو ای برادر. این ذهبتی یا اختی، کجا رفتی تو ای خواهر.
انا ذهبت، من رفتم. فرقتاشو ندیدید؟ ذهبت رفتی تو مرد، ذهبتی رفتی تو زن، ذهبتو رفتم من. ببینید یه نمود نوشتگی است، ذهبت یه نمود است، فقط حرکت ها دیگرگونش کرده است. فقط یک حرکتی ت. ذهبت گفتی رفتی تو مرد، ذهبتی گفتی تر کسره موندی رفتی تو زن، ذهبتو گفتی دربارش دمه که موندی رفتم من. این فرقیت بسیار اهمیت بدید. میگذاریم به دویومش. این ذهبتم یا اخوانی، یعنی که کجا رفتید شما ای برادرها. ذهبتم شما، این ضمیر مخاطبی جمع مذکر هست. این ذهبتم کجا رفتید شما یا اخوان ای برادرهایم. دویمش رو بینید. این ذهبتن یا اخواتی، کجا رفتید شما زنها ای اخوات ای خواهرهایم. ذهبتن، تن این ضمیر مخاطبی جمع مؤنث است. نحن ذهبنا، رفتیم ما رفتیم. نحن ما ذهبنا رفتیم ما. نا یعنی ما، مذکر و مؤنثش فرق نمی کند. ببینید تم شما مردها، تن شما زنها، نا ما مرد و زن فرق نمی کند. پس این فرقیت ها را در ذهنتون بگیرید و تکرار بسیار کنید تا اینکه فراموش نکنید. الکلمات الجدیده، کلمات الجدیده یعنی کلمه های نو، کلمه هایی که نو هستند در این درس. کلمه های نو این درس قبل پیش، بعد میگه ما و شما یا پس. کیف چی طور، متى کی، متى کی. الاسبوع اسبوع هفته، اسبوع هفته را میگن. الشهر شهر ماه را میگن، شهر یعنی که ماه. الاذان اذان اذان، اذان برای نماز میگن. الصلاه صلات نماز. رجع رجع فعل ماضی است یعنی برگشت، رجع برگشت، وی فعل ماضی. اختبار اختبار یعنی که امتحان، اختبار یعنی که امتحان. پس این کلمات نو رو حفظ میکنید و میگذاریم به الضمائر المنفصله. ضمائر منفصله، این ضمائر منفصله را ما و شما درس‌های گذشته خوانده بودیم، این را میدونیم. کسی که درس‌های گذشته را خوب بداند یا که خوب فهمیده باشد اینها را میداند، اما باید بار دیگر میگوییم. الضمائر المنفصله یعنی ضمائرهای منفصله، ضمائرهای مرفوع منفصله، اینها همشون مرفوع هستند. للمفردی، ببینید اینجا در للمفردی آوردگی است. للمفردی را ببینید در پایانش آوردگی است که هو طالبون، وی طالب است. هی طالبتون، وی طالب است. انت طالبون، تو طالب هستی. انتی طالبتون، تو طالب هستی. انا طالبون، من طالب هستم. انا طالبتون، من طالب هستم. فرقش چون در چی بود؟ فرقش چون که هو وی مرد، طالبون طالب است. این ضمایر چی است؟ ضمایر غایب. هو یعنی ضمیر غایب است، هو ضمیر غایب است، برای مفرد مذکر هست. هو یعنی وی بچه، طالبون طالب است. هیه باشد وی دختر، ضمیر غایب مؤنث است، مفرد مؤنث. وی یک است، طالبتون یعنی شاگرد دختر هست. انت تو این ضمیر مخاطب هست، انت تو ضمیر مخاطب. انت طالبون، تو طلبه هستی، شاگرد هستی. انتی طالبتون، تو شاگرد دختر هستی. ببین انت این ضمیر مخاطبی مفرد مذکر هست، انتی ضمیر مخاطبی مفرد مؤنث هست، یعنی انت برای مرد است، انتی برای زن. انا من طالبون، انا طالبون من طالب هستم. انا طالبتون من طالب هستم. ببین انا من، مرد و زنش فرق نمیکند. برای خاطر انا طالبون گفت معلوم است که گوینده مرد است، برای طالبون گفته است. انا طالبتون کی گفت معلوم است که گوینده همون گپ زننده زن هست، برای طالبتون گفت. در آخرش تکی است طالبتون یعنی که شاگرد دختر، برای خاطر طالبتون میگه. لیکن انا فرق نمیکند، ضمیر فرق نمیکند. انا برای مرد و برای زن مفردی، برای این ضمیری متکلمی مفرد برای مرد و زن میگویمش. للمذکر والمؤنث، برای مرد و زن. اکنون میگذاریم به جمع.
جمع را ببینید، للجمعی. جمع هم طلابون و اینها طلبه ها هستند. هن طالباتون و اینها طلبه ها هستند. انتم طلابون شما طلبه ها هستید. انتن طالباتون شما طلبه ها هستید. نحن طلابون ما طلبه ها هستیم. نحن طالباتون ما طلبه ها هستیم. ببینید فرقیت در چی است؟ هم این ضمیر است، ضمیری غائبی جمعی مذکر هست، یعنی که هم و اینها مردها. طلابون طلبه ها هستند. هم طلابون یعنی ویها مردها طلبه ها هستند. هن یعنی که این هم ضمیر است، ضمیری غائبه جمع مؤنث است، یعنی ویها زنها، طالباتون طلبه ها هستند. فرق در چی است؟ هم وی مردها، هن وی زنها. هم مذکر هست جمع مذکر، هن جمع مؤنث. فرقتش در همین است. در تاجیکی ترجمهش یک است. در دوامش انتم طلابون شما طلبه هستید. ببینید انتم این ضمیر مخاطب جمع مذکر هست، یعنی شما مردها، شما مردها. انتن نه ضمیر مخاطب جمعی مؤنث است، یعنی که شما زنها. انتن نه طالباتون یعنی شما زنها طلبه ها هستید. پس انتم شما مردها، انتن نه شما زنها. این را ضمایر چی میگن؟ ضمایر مخاطب، ضمیر مخاطب جمعی. انتم ضمیر مخاطب جمع مذکر، انتن ضمیر مخاطب جمعی مؤنث. این ناموش بدونید، حفظ کنید. میگه نحن طلابون ما طلبه ها هستیم. با میگه نحن طالباتون ما طلبه هستیم، ما طلبه ها هستیم. ببینید نحن ما این مذکر و مؤنث فرق نمی کند. نحن ما، لیکن طلابون طلبه هستیم. معلوم شد که گوینده مرد است. نحن طلابون یعنی ما طلبه هستیم. معلوم است که همون گوینده ها، گپ زننده ها مردها هستند. لیکن آخرانش نحن طالباتون در پایانش این ما طلبه هستیم. از اینجا میفهمیم که این زن هست. از کجا فهمیدیم؟ از اونجایی که طالباتون یعنی که جمع مؤنث است. طالبات جمع مؤنث است، برای هم خاطر فهمیدیم که گوینده زن بوده است. نحن ما مردها هم میگوید، نحن ما زنها هم میگوید، یعنی که بین مذکر و مؤنث فرق نمیکند. لیکن اینا چی میگویند؟ ضمیر جمعی متکلم، ضمیر متکلمی جمع للمذکر والمؤنث، یعنی ضمیر سخنگوینده جمع برای مرد و زن فرق نمیکند. پس این هست درس ما و شما و این ضمایر ما و شما با تفصیل خواندگی بدیم. باید بار دیگر تکرار این را با در دفتراتون نوشته کنید و حفظ کنید و در ذهنتون بگیرید. این بود درس امروزه ما و شما، درس 15 و در اینجا درس 15 را با آخر میرسانیم و تا درس آینده یکایک شما خواهشمندان، دوستان و طلبگاران زبان عربی را به الله تبارک و تعالی میسپارم و تا درس آینده الله حافظ و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.